من بچه را کلون کردم، اینقدر مهنت کردم، 18-20 ساله کلونش کردم. امروز یک دختری بیگانه را که قشاق کرده است، دیگه مادرم فراموش کرده است، دیگه اون مهری پیشینش نیست، محبتی پیشینش نیست. جوانان تلفن میکنن، دوملا همین او چند قطعی همین زنک سوز نگرفته است، سختگیری کرده است، دعوا و جنجال هر روز در خانه کنفلیکت. من یک عادت دارم که دویم همین اول سوالی که میتمش میگم بچه جان عیبی مادر تا یا عیبی زن. حدیث متفق علیه است. بخاری و مسلم از حضرت ابو هریره روایت میکنند که جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم. مرد نزد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آورد. میگه سوالش کرد که یا رسول الله من احق بحسن صحابتی، از میان همین مخلوقات همین مردمی که همراهش زندگی میکنم از همه بیشتر حق صحبتی مرا، حق خدمتی مرا کی داره؟ از همه بیشتر خدمتی کی نکنم؟ حضرت گفت امک، خدمتی مادر کرد. با سوالش کرد ثم من یا رسول الله فهمیدم بعد این جان قبول، بعد این با خدمتی کی نکنم؟ حضرت باز فرمود امک، خدمتی مادر کرد. باز سوم بود یا رسول الله گفت خدمتی مادر را بدیل جان میکنم، سخن شما برای ما قانون است، باز خدمتی کی نکنم؟ حضرت باری سوم گفت امک، خدمتی مادر کرد. وقتی باری چهارم سوالش کرد حضرت گفت ثم ابوک، بعد خدمتی پدر. این را ببینید ولی بعضا میشه و جوانان تلفن میکنن، دوملا همین او چند قطعی همین زنک سوز نگرفته است، سختگیری کرده است، دعوا و جنجال هر روز در خانه کنفلیکت. من یک عادت دارم که دویم همین اول سوالی که میتمش میگم بچه جان عیبی مادر تا یا عیبی زن؟ با خدا قسم 90% یا سوال کنه 90% میگن حقی عیبی مادر است، عیبی زن نه، عیبی مادر است. عیب در کلای مادرها میزنن. این مرگ جوان مرده که حقی مادر را نشناسه، مرگ همون جوان مرده که زنش بر مادرش ترجیح بده. این اعظم الناس حقا علی رجل امه و علی امرأة زوجها، بزرگترین شخص از روی حق و حقوق در ذمه مرد مادر شد، در ذمه زن شوهرش. این بچه با کجا میرسید؟ در هر کنفلیکت پشتی زن تا بگیری و مادر تا نپرف روری حالی تو چی میشه؟ همین مادر ها همه بیشتر در همین حالت ها میرنجن که من این بچه را کلون کردم، اینقدر مهنت کردم، 18-20 ساله کلونش کردم. امروز یک دختری بیگانه را که قشاق کرده است، دیگه مادرم فراموش کرده است، دیگه اون مهری پیشینش نیست، محبتی پیشینش نیست. و خدا قسم زدم قشاق به حال کسی که خدمت مادر را میکنه، همیشه سخن مادر را بر سخن زن فرزند همه ترجیح میده. انشالله یک فرزنداش خیر ببینه، از فرزنداش عزت ببینه. در روی دنیا هیچ کس برای انسان مهربانتر از مادر نمیشه، مشفقترین. الله عزوجلال از همه، الله پروردگار ما در حساب ده این مخلوقات اگر بگیریم از همه مشفقتر همین مادر است. از مادر مشفقتر چیزی را تصور کرده نمیشه. حتی اون فرزند وقتی جور ظلم میکنن مادرها را عادتا پدرها دعای بد میکنن، لیکن مادرها با دهک یگون دعاش هم کرده باشه با آبی دیده میگه پروردگار هم بچه که مرا که رحم جوش هم خود. دیرج میرزا یک قصه آورده است نصیحتی، میگه داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ، هر کجا بیندم از دور کند چهره پرچین جبین پروژنگ. دختر قهر میکنه، ای خونه شوش میروه، وقتی به سرش میروه این بچه شعبچه میگه که مادر تو وقتی هسته من نمیره، او چای دویم قدیمه جنگ میکنه، هر وقتی ببینه پشت قوقش میدوزه، با نگاهی غضب‌آلود زند بر دل نازک من تیری خدنگ. مادری سنگ دل تو زنده است، زهر در کام من و تو شرنگ. این بیوه و چایت تو وقتی هسته خوردگی مون زهری بدن مون میکنه. گر تو خواهی به وصالم برسی، باید این ساعت به خوف درنگ روی و سینه تنگش بدری، دل برون آری از آن سینه تنگ.
میخوای با وصال من برسی، میخوای من قطع زندگی کنم، برو چتم بکش خپدم. برای نشان دادن که من حقیقتا همون کندیل جاکوکا کشتم، دل شبگی با پیش ما بیار. گرم خونیم با منش باز آور تا کش آید دل من از خون رنگ. انا که آوردی بعد میگم که حقیقتا تو عاشق بدهی، تو ارزنده بدهی قطع زندگی میکنم. عاشق به خیرت نافرجام، نه بدان فاسق به عصمت ننگ. رفت مادر را افکند به خاک، سینه بدرید دل آورد به شام. خانش بسوزه این لعنتی را این دیسکی میگفت کپیده به دست کرد. رفت خاطر مادری ندید میگه، مادر کشت، سینه‌ش چاک کرد، دل برو گرفت. قصد سر منزل معشوقه نمود، دل مادر به کفش چون نارنگ. از قضا خوردمی در به زمین، اندکی رنجه شد و آرنگ. بخواست ببرویه که در دهنی در همون نوجه در پیشپایی خون غلطی در زمین، همین کون اورنجش میگه در زمین زد، اندک لط خورد. آن دل گرم که جان داشت هنوز، او افتاد از کف آن بی فرهنگ. از زمین باز چه برخواست نمود، پی برداشتن آن آهنگ. خیست اکل اومد که دل بگیره واخی، دید که از آن دل آغشته و خون، آید آهسته برون این آهنگ. آه دستی پیسرم یافت خراش، وای پای پیسرم خورد پسند. ایره ببین ناشگری تری پیسر شود، این شوری تری پیسر که در غضب پروردگار گرفتار میشود. البته این شعر رو به مبالغه نمیشود، اما برای همین تعلیم که متاسفانه امروز در جامعه زندگی میکنیم که به طریقی باید شاید به قدر پدر و مادران نمیرسند، خدمت پدر و مادر نمیکنند. اگر همین تمام عمر خدمت شروع کنی، والله وقتی از دنیا رفتن کو باز هم بشینی فکر میکنی ای کاش که همین وقت بهوده ضایع نمیگذروندم، ای کاش که در کوچه لقلق نمیکردم و میومدم پیش پدر و مادرم دستکشون رو بوسه میکردم، دورکشون رو میمالیدم. با خدا قسم کسی که تمام عمر خدمت کرده است، بعد وفات پدر و مادر با همون میبینی که در دلش یک چیزی هست ایده، این کارا که نکردم، این کارا که نکردم. یک روز و چند بود که بچم بگی بر خونه خشته برم، گفتم با چه حالی وقت ندارم، ولی بکارتر شدم، کاش که همجا میگرفتم میبردمش. ناشکری همین کار دنیا شود، ناشکری همین زندگی شود، کاش که میگرفتم میبردمش. خدا رحمت کنم مسافری پدرمونه در خونه هم بدم وقتای بیماری. خیلی ملو مردم میگردن که معرکه و ایسوس و بعضا شبا دیر می اومده، تون نمی اومدم خوب نمیکرد. و یه روز اومدم گفت بچه‌م دیر شده است، ساعت 12 شده، چی که دیر کردی؟ گفتم ابی خیلی سوال جواب شد، دیگه خسته نتونستیم. خیلی صاحب معرکه اومدم به ارادت رفتم به اجازت خیلی میگم صاحب معرکه نمیگم که پدر مسافر مرا این